تصور کنید که با دستیابی به قدرت اعداد مقدس بتونید سرنوشت خودتون رو توی دست بگیرید و آینده‌ای شگفت انگیز رو رقم بزنید. با فهمیدن رازهای نیکولا تسلا و نامهای مقدس خدا و ترکیب این دو با هم، شما قادر خواهید بود تا از بالاترین فرکانس‌های جهان بهره برداری کنید و به تجلی خواسته های خودتون دست پیدا کنید. این اعداد تنها اعداد نیستند. اونها دروازه‌هایی به دنیاهای بالاتر هستند که با استفاده از اونها شما میتونید تمامی درهای جهان خدا رو برای خودتون باز کنید. نیکولا تسلا که به دلیل نبوغ خود در دنیا شهرت داره، اعتقاد عمیقی به قدرت اعداد 3، 6 و 9 داشت. اون پیشنهاد کرد که این اعداد میتونن اسرار جهان رو باز کنن. به گفته تسلا، اگر بتونیم از این اعداد به طور مؤثر استفاده کنیم، به کلیدی دسترسی پیدا میکنیم که درهای جهان خدا رو باز میکنه. این اعداد فقط نمادهای عددی نیستند، بلکه دروازه‌هایی به فرکانس بالاتر هستند. حالا اگر که ما بیایم این اعداد رو که فرکانس‌های مقدسی دارن با نام‌های خدا ترکیب کنیم، یک ترکیبی قوی و معجزه آور برای تجلی ایجاد میشه. به طور خاص فرکانس عدد 3، 6، 9 همراه با دو نام خاص خداوند میتونن ما رو با انرژی های مورد نیاز برای تحقق خواسته هامون هماهنگ کنن. هنگامی که به درستی از اینها استفاده بشه، این روش فقط خواسته ها رو برآورده نمی‌کنه، بلکه معجزه و راه حلی برای درمان مشکلات رو به وجود میاره. اما اگر میخواید بدونید که این فرایند تجلی دقیقاً به چه صورت تحقق پیدا میکنه، اول کانال رو سابسکرایب کنید تا بریم توضیحاتش رو بهتون بدم. برای استفاده از این فرکانس ها ضروری هستش که شما به مدت کوتاهی به ویژه 36 ثانیه روی نیات خودتون تمرکز کنید. در طول این مدت آرزو و نیت خودتون رو با جزئیات کامل واضح تجسم کنید و تصور کنید که از قبل محقق شدن. این تجسم متمرکز یک فرکانسی رو به بیرون از شما و به کائنات میفرسته و شما رو با میل خودتون هماهنگ میکنه. حالا چرا 36 ثانیه؟ اعتقاد بر این هست که این مدت زمان خاص برای تمرکز انرژی و فرکانس به سمت یک هدف بهینه مورد نیاز هست. چنین تمرکز قوی روی نیات، اون هم به مدت 36 ثانیه، باعث تقویت نیت شما و انتقال فرکانس اون با قدرت بیشتر به جهان هستی میشه. حالا که روی آرزوهای خودتون تمرکز کردین، گام بعدی چی هست؟ گام بعدی شامل 2 از نامهای خاص خداوند هست که هر کدام 9 بار باید تکرار بشن. این اسامی یکی غنی و یکی فتاح هست. تکرار این نامها شما رو با نیروها و انرژیهای الهی مورد نیاز برای تحقق خواسته های خودتون هماهنگ میکنه. اما این نامها به چه معنا هستند؟ نام اول غنی. غنی به معنای ثروتمند یا خدای بی‌نیاز هست. این نام یادآور این هست که خداوند فراوان و نامحدود است و نامحدود میبخشد. با به کار بردن این نام اعتقاد به فراوانی و غنا در ذهن خودتون القا می کنید و با هر گونه باور ناخودآگاه کمبود و محدودیت مقابله می کنید. نام دوم فتاح. فتاح به معنای باز کننده مشکلات هست. این نام این باور رو در ضمیر ناخودآگاه ایجاد میکنه که هر مشکلی رو میتونید با ارتباط با نیروی الهی حل کنید. این به شما اطمینان میده که در هر زمان با موانعی روبرو شدید، قدرت بالاتری وجود داره که میتونه مسیر رو برای شما باز کنه و درهای مشکلات به روی شما گشوده بشه. برای اجرای این تکنیک با اختصاص دادن 36 ثانیه به هر کدام یک از نیات خود شروع کنید و به صورت کامل و متمرکز آرزوی خودتون رو تصویر سازی کنید.
بعد از اتمام این مدت نام‌های غنی و فتاح رو هر کدام 9 بار به ترتیب بخونید. هدف این تمرین برنامه‌ریزی مجدد ذهن شما و همسو کردن اون با فرکانس‌های فراوانی و فرصت‌هایی هست که خواسته‌های شما رو براتون آشکار کنه. برای اینکه این تکنیک برای شما مؤثر واقع بشه، انجام این مراحل با اعتقاد و ایمان کامل بسیار مهم هست. اعتماد کنید که این قدرت برتر به نفع شما کار میکنه و درها رو براتون باز میکنه و آنچه که نیاز دارین رو براتون فراهم میکنه. با تمرین منظم این تکنیک شما شروع به برنامه‌ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاهتون می‌کنید تا به جای کمبودها از فراوانی‌ها استفاده کنید. این تغییر در طرز فکر طبیعتاً فرصت‌ها و راه حل‌های بیشتری رو به زندگی شما جذب می‌کنه. از قدرت ترکیب نام‌های مقدس و اعداد مقدس غافل نشید. فرکانس‌های عدد 3، 6 و 9 به باز شدن درهای بسته در جنبه‌های مختلف زندگی، اعم از ثروت، سلامت، عشق، صلح کمک می‌کنه. این تکنیک فقط آرزوهای شما رو برآورده نمی‌کنه، بلکه جنبه‌های متعدد زندگی شما رو غنی می‌کنه و یک حس کاملی از تحقق و فراوانی رو برای شما به وجود میاره. استفاده از قدرت فرکانس‌های معنوی و نام‌های مقدس برای تجلی امیال یک مکاشفه عالی رو بین شما و جهان به وجود میاره. شما با ادغام این شیوه در زندگی روزمره خودتون میتونید قدرت دگرگون کننده‌ای که در درون شما و در جهان وجود داره رو به روی خودتون باز کنید. این روش به شما یک قدرتی میده تا از محدودیت‌ها فراتر برید و فراوانی و معجزات رو به زندگی خودتون جذب کنید. این سفر رو با تعهد و باور و ایمان آغاز کنید و تماشا کنید که چجوری با فرکانس‌های بالاتر و با جهان همسو میشید تا عمیق‌ترین خواسته های شما رو براتون به وجود بیارن. با هر بار تکرار غنی و فتاح به یاد داشته باشید که با منبع بی حد و حصر انرژی الهی ارتباط برقرار کردید که قادر هست هر آرزویی رو برآورده کنه و هر چالشی رو به راه حل برسونه. برای همسویی بیشتر با جهان هستی و کشف رازهای بیشتر کائنات پیشنهاد میکنم که ویدیوهای قبلی ما رو هم ببینید و لایک این ویدیو و سابسکرایب رو هم فراموش نکنید. هر جا که هستید در پناه خدا باشید.